برنامه ایدی آریانا سعید در امریکا. آریانا سعید این بار کاملا متفاوت از دیگر سالها عید را تجلیل خواهد کرد. آریانا سعید آیا به واقع در امریکا زندانی شده بود؟ تصاویر تازه از برنامه‌های جدید آریانا سعید در امریکا نشر شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. آریانا سعید یکی از چهره‌های مشهور در هنر موسیقی افغانستان است. همه سال آریانا سعید آهنگ‌ها و برنامه‌های مختلف هنری برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کند. آریانا سعید چند می‌شود در امریکا نهادی برای دفاع از حقوق زنان ساخته است و در امریکا آریانا سعید مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفته است. قرار است آریانا سعید این بار عید سعید قربان را با جمع کثیری از افغان‌ها در امریکا تجلیل کند و کاملا برنامه‌های سیاسی برای دفاع از حقوق زنان نشر کند. اما شایعاتی که گویا آریانا سعید در امریکا زندانی شده بود کاملا دروغ و بی بنیاد می باشد. آریانا سعید در ترکیه در اصل زندگی دارد و این مدت می شود دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است و کاملا از هنر موسیقی بدور است. آریانا سعید و اسیب قرار است تا یک ماه دیگر در ایتالیا ازدواج کند. این همه در حالی است که آریانا سعید در سال 2018 با اسیب ساید مدیر برنامه‌های کاریش نامزد شد، اما تا کنون محفل از ازدواجشان را برگزار نکردند. ما در انتظار نشر تازه ترین برنامه‌های هنری از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان و عزیزان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.